قطعا بدانید که آل سنت هم از خود باور دارند. برای هیچ کسی ما جشن تولد نمیگیریم. سالگرد و سوگی برای هیچ کسی، از پیغمبر گرفته، ابوبکر صدیق گرفته، عمر فاروق گرفته، عثمان ذوالنورین گرفته، علی مرتضی گرفته، عشره مبشره گرفته، صحابه کرام رسول الله، فرزندان رسول الله. رسول الله که یک فرزند نداشته، آیا برای 8 فرزندش ما جشن تولد و سوگ گرفتیم؟ چرا نمیگیریم؟ چون چنین باور در دین اسلام نبود. آیا قرن ششم و هفتم یک افرادی که دینشان زیر سوال و مذهبشان زیر سوال گرفتن، این مربوط به امت اسلامی نیست، مربوط به امت مسلمه نیست. من مسلمانم، من الحمدلله آل سنتم، من حنفی مذهبم. اگر صحبت میکنم از روی مسلمانی، از روی عقیده آل سنت، از روی مذهب خودم،